سلام دوستان، به کانال خودتون حاشیه خبر خوش اومدید. حاشیه خبر برگشته با یه عالم اخبار توپ در مورد بچه‌های عشق ابدی فصل دوم. پس لطفاً برای حمایت از کانال خودتون کانال رو ساب و این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با من همراه باشید. دوستای عزیزم، بحث داغی که دخترها انداخته بودن و میگفتن که پسرها شهرستانیان هنوز هم ادامه داره و در ادامه به استوری مهیار میپردازیم که در اون قشنگ به صراحت گفته کدومی که از دختر رو در مورد پسرها این جمله شهرستانی رو گفته و در پاسخ به کسایی که گفتن چرا ریاکشن نشون ندادی میگه که من جواب دادم منتها برای شماها پخش نشده و کات خورده. عاشقتونم، خاک پاتونم که انقدر منو دوست دارید و قابل میدونید که تو چرا هیچ ریاکشنی نشون ندادی. بابا به خدا من اونجا در رابطه با اون موضوع شهرستانی که اونجا داشتیم همه بحث میکردیم منم حرف زدم، ولی حرف من برای شما پخش نشده و من اونجا عیناً این حرفو زدم. گفتم با احترام به همه هموطنان عزیزمون و تهرانیای عزیز باید بهتون بگم که زمانی که تهران هنوز به وجود نیامده بود شیراز شهر بود و پایتخت ایران بوده که داشته به یه دنیا حکومت میکرده و همه ما اینو میدونیم. حالا اگر که پخشش نکردن دلیل نمیشه که من حرفی نزده باشم و خیلی هاتون هم پرسیدید که کی این حرفو زده، کی اینجوری گفته. حالا یه نفر این اشتباه رو کرده، من بهتون میگم چون احترام براتون قائلم. خانم روژان این حرفو زده بود که اشتباه کرد و امیدوارم که حالا به اشتباه خودش واقعا پی برده. و در ادامه میگه من علت پدرکشتگی یک سری از افراد رو با خودم نمیدونم که حجمه سنگینی رو من وارد کردن، ولی اگه خودشون بزرگترین اشتباهاتو بکنن اصلا به روی خودشون نمیارن. من حتی داخل برنامه هم سعی کردم خیلی از کاپل ها رو به هم نزدیک کنم ولی بازم همه روی من خراب میشدن. مسئله‌ای که خیلی برام گنگه واقعا دلیل و علت پدرکشتگی تعداد آدم رو با خودم نمیدونم چی. یعنی همونطوری که دارید مشاهده میکنید توی یوتیوب و توی خیلی از پیجای بزرگ یه جو خیلی متشنجی و علیه من درست کردن که آره این فلانه، این بیساره، این اینجوریه، ولی در رابطه با اشتباهات بزرگی که حتی بقیه آدم ها کردن چشم پوشی میکنن و سعی میکنن که حتی اگه من خوبی کردم یه جای خواستم دوتا کاپل با هم دیگه آشتی بدم اونجا باز منو خراب کردن. آره این میخواسته خودشیرینی کنه. من جاوید و نازنین آشتی دادم. اونجایی که روژان با احسان میشینه سر میز دوباره آشتی کنن من روژان آوردم سر میز نشوندم. حالا یه صحبتی دارم با اون دسته از عزیزانی که یه رسانه قوی در اختیار خودشون دارن، مخاطبای زیادی رو دارن و ازشون خواهش میکنم که واقعیت رو همونطوری که هست عنوان کنید، نه اینکه به دروغ تحریف کنید. ببینید من سر داستان قبل تو بارها اومدم گفتم آقا من به خاطر اینکه نمیخواستم کسی رو خراب کنم توی برنامه اصلی دارم راجبش صحبت میکنم که من چون دوست نداشتم کسی رو خراب کنم این موضوع رو عنوان کردم و اشتباه کردم و اشتباهمو میپذیرم و مثلا طرف بوده اومده به من فوش داده، من اشتباهمو پذیرفتم و ازش معذرت خواهی کردم و گفته دمت گرم من از الان دیگه طرفدار تو هم. اما شما وقتی که حقایقو میپوشونید و به دروغ برای مردم تحریف میکنید بالاخره مخاطب خودش عقل داره، شعور داره و چش داره میبینه اون برنامه رو و قسمت‌های آینده همه چیز مشخص خواهد کرد. نازنین هم مثل مهیار در مورد همین یوتیوب و کامنت ها و هیت ها و حجم های منفی که بهش وارد شده میگه که یه سری از شرکت کننده ها باعث این قضیه هستن. در ادامه استوریش رو ببینیم. خودتون متوجه شدید و خیلی پیام و پستا رو برام میفرستید. متاسفانه برخی از شرکت کننده های این فصل از ترس منفور شدن برای لاپوشونی اشتباهات و خطاهای خودشون که در آینده خیلی نزدیک خواهید دید
با خط دادن به دوستای یوتیوبرشون و با خرید پیجای میلیونی، خرید کامنت های فیک و جهت فیک دادن به مدیا دارن سعی میکنن این موج هیتو از سمت خودشون برگردونن و به قول معروف کازه کوزه ها رو سر بنده بشکنن. بنابراین من همچنان ازتون خواهش میکنم لطفاً برنامه رو از طریق چنل یوتیوب خود برنامه عشق ابدی دنبال کنید. نازنین در داخل پیجش بخش‌هایی از موزیک ویدیوشو که به زودی قراره منتشر بشه و اسمش هست پرشن کت گذاشته و در ادامه بخشی از اون رو میذاریم و منتظرم که نظراتتون رو تو کامنت ها ببینم. سرجیو یا همون سجاد هم در استوری خودش قبل از خواب عذاب وجدان داشته و خوابش نبرده و خواسته که از مردم عذرخواهی کنه و گفته بابت اینکه همش تو برنامه نیشم بازه عذرخواهی میکنم. من آدم جلفی نیستم، فقط برای شادی و آرامش مردم این کارو میکنم. حتی تتویی که زدم روی دستم یعنی اینکه بی خیال دنیا. بچه‌ها من فقط یه چیزی بخوام بهتون بگم آقا ببخشید من تو طول برنامه همش نیشم بازه، نه اینکه آدم سبکی باشم، نه به خدا، فقط سر خاطر اینکه یکم دلتون شاد باشه، یکم بخندید تو این ایابه زندگی و اتفاقایی که تو ایران میگذره. فقط خواستم همین خودش و یه چیز دیگه این که من خدایش حالا خاصی نگرفتم، یعنی کسی چیزی بهم نگفته، ولی من واقعا توی زندگیم همین روند میرم جلو، همیشه سعی میکنم تا جایی که تریبون دستم باشه یا مردم دنبالم میکنن بخندونمشون، تمام تلاشم میکنم. مثلا کلا من رو انگشتم تاتو کردم نو بودر، یعنی خیالی نیست، یعنی همه چی رو ایزی بگیر، راحت بگیر، که مهمترین اصل توی زندگی همینه. مخلص. دوستای عزیزم به پایان یه حکایت دیگه از حواشی بچه‌های عشق ابدی رسیدیم. لطفاً برای حمایت از کانال خودتون ویدیو رو لایک و کانال رو ساب کنید تا در اسرع وقت به محض اینکه فیلم آپلود شد براتون داخل صفحه بالا بیاد. ممنون میشم از کانال خودتون حمایت کنید. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.